کمونیسم یک ایدئولوژی سیاسی و اقتصادیه که هدفش ایجاد یک جامعه بدون طبقات و بدون مالکیت خصوصی و بدون دولته، جایی که همه منابع و وسایل تولید به طور مشترک در اختیار مردم قرار میگیره. کارل مارکس و فردریش بنیانگذار اصلی این تفکر بودند. اصول اصلی کمونیسم شامل لغو مالکیت خصوصی، برابری اقتصادی، کنترل دولت بر اقتصاد و حذف طبقات اجتماعیه. لنین رهبر انقلاب روسیه یکی از شناخته شده ترین شخصیت‌های کمونیستی بود که ایده‌های کارل مارکس رو در اتحاد جماهیر شوروی پیاده کرد. بعد از اون هم استالین و فیدل کاسترو از رهبران مشهور کمونیستی بودند. در عمل بسیاری از دولت‌های کمونیستی با چالش‌هایی مانند سرکوب سیاسی، اقتصاد ناکارآمد و دیکتاتوری مواجه شدند. با سقوط شوروی در سال 1991 نفوذ کمونیسم کاهش پیدا کرد، اما هنوز در کشورهایی مثل چین، کوبا و کره شمالی وجود دارد. امپریالیسم به سیاستی گفته می شود که در اون یک کشور یا قدرت سیاسی تلاش می کند سرزمین‌ها، منابع و مردم کشورهای دیگر رو تحت سلطه خودش بگیره و نفوذ اقتصادی و سیاسی یا نظامی خودش رو در اونجا گسترش بده. این مفهوم بیشتر در قرن 19 و اوایل قرن 20 رواج داشت، زمانی که کشورهای اروپایی مثل بریتانیا، فرانسه، آلمان مستعمرات زیادی رو در آفریقا و آسیا تصرف کردند. مثلا امپراتوری بریتانیا در هند نمونه از امپریالیسم بود. انگلیسی‌ها با تسلط بر منابع و اقتصاد هند این کشور را برای مدت‌ها تحت کنترل خودشون داشتند. همچنین امپریالیسم آمریکا در آمریکای لاتین مانند نفوذش در کوبا و پاناما نمونه دیگه از این سیاست‌ها بود. واژه امپریالیسم اولین بار توسط اتکینسون هابسون اقتصاددان بریتانیایی مطرح شد. فاشیسم یک ایدئولوژی سیاسی که توی اوایل قرن 20 شکل گرفت و هدفش ساختن یک جامعه کاملا منظم و یک دست بود. در این سیستم همه باید از رهبر قدرتمند پیروی می‌کردند و هیچ گونه اعتراضی به دولت نداشتند. فاشیسم به شدت مخالف آزادی‌های فردی و حقوق بشره. سرکوب شدید مخالفین و محدود کردن آزادی بیان از ویژگی‌های اصلیشه. همینطور نژادپرستی و تبعیض علیه اقلیت‌ها توی کشورهای فاشیستی رایج بود. میهن‌پرستی افراطی هم یه بخش اصلی از این ایدئولوژی بود که مردم را تشویق می‌کرد مردم خودشون رو بالاتر از هر چیزی ببینن و حتی از جنگ و استعمار حمایت کنند. رهبران معروف فاشیستی مثل هیتلر، موسولینی و فرانکو هم با استفاده از این قدرت این ایدئولوژی را در کشورهای خودشون پیاده کردند. فاشیسم یک تهدید بزرگ برای جهان بود، چون باعث شد جنگ جهانی شروع بشه و باعث کشته شدن میلیون‌ها نفر آدم شد.